قسمت تولید لبنیات فعالیت میکنیم که لبنیاتی که ما در اینجا تولید میکنیم عبارتند از تولید انواع گوناگون ماست، دوغ، انواع گوناگون شیرپره، پنیر، مسکه، قرود و غیره مواد لبنی را ما اینجا تولید میکنیم. البته از شیر تازه و طبیعی گاو ما استفاده میکنیم که این شیر ما از ولسوالی مختلف شهر مزار شریف جمع آوری میکنیم. در گذشته ها مقدار شیر بسیار زیاد بود که روزانه در حدود 8 تن و 7 تن میرسید بر ما، اما متاسفانه سال کنونی مقدار شیر بسیار پایان آمده است نسبت خشکسالی بسیار شدیدی که فعلا ناکن فرما شده اینجا. وجود همچون فابریکه های در کشور باعث رفاه و بلند بردن سطح اقتصاد در کشور می شود که خواسته ما هم از بقیه تاجرین و کسانی که سرمایه گذار هستند این است که در خود کشور ما آمده سرمایه گذاری کنند و باعث شوند که در ترقی و رفاه خود کشور ما سهم بسیار فعال داشته باشند. این بسیار مهم است در کشور ما که سرمایه گذارای ما در وطن خود سرمایه گذاری بکنند و باعث ایجاد شغل در وطن بگردد. تجارای وطن خواهشمند هستیم، خواهش میکنم که باید در ساحه وطن خود ما، در خاک خود ما، در ملک خود ما باید دست به دست هم بتیم کوشش کنیم که به خاطر کار زمین کاری مساعده کنیم به مردم خود ما